درود، خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره تمام ماشین های زیر 20 میل سرور راکستار ام تی رو با هم تست کنیم و ببینیم کدومش از نظر سرعت و شتاب بهتره. پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و بریم ماشیناشو ببینیم. خارجی و ایرانیش کدوم فرق نمیکنه. اول ماشین های ایرانی رو با هم دیگه ببینیم. قیمت زیر 20 میل و نیاز به راکستار ممبرشیپ نداره. داخل سلطان پراید هم اینجا هست. اصلا نیازی به تست نداره آقا پراید. الان ماشین های دورش حسابی الان مثلا 206 8 میل و 200 هستش و 8 کی گولد میخواد، سرعت 215، شتاب 20. و ماشین بعدی 405. خب من تست کنم یه دور 206 رو. تست 206 شتابی زیاد قوی نیست ولی مکانیکی درستش کنید خوبه. این فرمونش هم ضعیفه، باید اوکیش کنید اگه خریدید، ولی ماشین اوکیه واسه مخزنی اگه میخواید. اوکیه، ماشین خیلی خوبیه، واسه بوغم داره. آره ماشین خوبیه. چراغاش هم روشن کنیم. بدیم بالا. ماشین خوبیه، قیمتش خوبه نسبتاً. آره ماشین خوبیه. خب ماشین بعدی 405 زیاد نیاز به تست نداره چون واقعا ماشین آنچنان خوبی نیست، سریع خراب میشه. آره 405 رو تست میکنم که معلومه 165 تا سرعت، شتابش هم که کلا معلومه. نیسان هم 260 تا میره، تا حالا تست نکردم. قیمتش هم 600. یا خدا شتابو کلا خوب و دوست دارم. چراغش بابا سرعتش خیلی بالاه. هزینه 600 بهترین ماشین به نظرم همینه. 600 میخواید پول بدید، اگه ببرید مکانیکی موتورش هم ارتقا بدید تا 350 تا این میره. یه دیریفت هم بندازید 450 500 تا رو پر میکنه حداقل. ولی ماشین عالیه. تا الان بهترین ماشین همینه زیر 20 میل. و آره خب ماشین بعدی پراید هم که دیگه لازم نداره. سمند هم 200 تا میره، به نظر من زیاد خوب نیست. ماشین های بیشتر گرونتر رو مثلا اینا رو شما دیدید، مثلا دنا رو ولی ندیدید. دنا خودم عاشق دنا. شتاب مثلا این ماشین ایرانی شتاب ندارن، کلا شتاب ها ضعیف ولی چراغاشون خوشگله خدایی. بوغم دارن. جدی میفرمایی؟ دستی او خودش دیف میکشه به نظر. آره دنا هم خوبه ولی خدا وکیلی نیسان از دنا سرعتش بیشتره. یعنی خدا وکیلی واقعیت نداره. ببینم سطح رانندگیش هم اوکیه ولی خب نیسان نمیرسه. فعلا نیسان بهترین ماشینه، با قیمت 600 میتونید بخریدش و دنا ارزش نداره. خدا وکیلی 19 میل به این پول بدید، این 19 میل ارزش نداره. ولی ماشین دریفت میخواید به خدمته. این هم که 25 میله، 207 19 میله میتونید بخرید زیر 20 میله. زانتیا هم همینطور 4 میل 19 میل نیست، این 4 میله. تست نمی کنم 207 چون 207 زیاد به نظر من خوب نیست، ولی خب زانتیا رو من حتما تست میکنم. 15 میل 270 تا هم سرعتشه. یا خدا شتاب 0.
نیسان بهتر بود. 270 تا همینجوری میره. خب زیر 15 قیمت پایین خب نیسان بود، اما شما اگه ماشین میخواید خوشگل باشه و کلا ببرید و اسپورتش کنید، به نظرم زانتیا بگیرید. قیمتش هم 15 میل. شاید نیو پلیر رو نتونید بخرید، اما خب ماشین زیر 15 میل نیازی به راکستار، زیر 20 میل نیازی به راکستار ممبرشیپ نداره و خب ماشین خوبی هم است در کل. یا خدا چقدر خوشگله. شما اینم صندوق عقبش. آره درش هم باز کنم ببینم. تمام شد. خب این از این کارشاپ. کارشاپ بعدی ببینم چیه. کارشاپ بعدی که کلا زیر 20 میل این کارشاپ داره. این کارشاپ کلا نداره. اتوگالری چیه این؟ همون. آره خب این وی آی پیه، اما این اتوگالری لیکس ماشین زیر 20 میل داره و ماشیناشون هم خیلی خوبه. اینجا یه دونه دنا هم هست، اصلا ارزش خرید نداره، نخرید. 4 میله ولی خب جوری شتاب نداره. خب این که 99 45 55 46. خب تا اینجا که زیاد ماشینای ارزون نداره. خب این 24 زیر 20 میل نیست. آودی قیمتش از 9 میل، سرعت 290 تا. یه تست بکنم. شتابش هم خیلی خوبه. بیشتر نیو پلیرها همیشه اینو میخرن. فرمون عالی، هرمز دستی عالی، کلن عالی. حتما آودیو بخرید با قیمت 9 میل 10 میل واقعا مفت. 2 تا مرحله برید در میارید پولشو. چراغش هم خیلی زیباست. اینو کفخاب کنی، یه دونه دیریفت با کیت سوپر اسپورت بندازید تمومه. برید یه نمایشی بزنیم. ترمزش هم خوبه. در کل ماشین خیلی خوبیه، فرمونش عالیه. 10 میل واقعا چیه خدا وکیلی دنا، خدا وکیلی راه نمیره دنا. 4 میل الکی به اون پول بدی چیکار کنی؟ میای اینو میخری حداقل حال میکنی. ماشین بعدی 19 میل. آره فورد جی تی. ببینم قبلش دیگه چیزی نیست. نه فقط فورد جی تی موند که قیمتش از 19 میل. شتاب از دنا بدتر. رخش زیباست، سرعتش هم زیاده. 300 و یا خدا 360 تا میره با 19 میل. 360 تا میره. آقا اگه 19 میل دارید حتما اینو بخرید. حالا اینو ارتقا بدی 450 تا میره قطعا. من خودم یه دونه از اینا میخرم. سرعتش خیلی خوبه. از زیر لباس هم زده بیرون. فورد جی تی خدا وکیلی کوهو میره بالا. آقا شد نیسان.
آودی فورد جی تی، قیمتش هم زیر 19، نیازی به راکستار ممبرشیپ نداره. اگه میخواید ماشین بالای 19 میل بخرید حتما باید راکستار ممبرشیپ رو از F1 و قسمت شاپ بخرید که 2750 تاست. گرد آره. و آره این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و کاربردی باشه واسهتون. تا ویدیوهای بعدی در سرور راکستار MTA، خدا نگهدار.